روستباران ختلان از خرابکاری در آرامگاه‌های نزدیکانشان شکایت دارند. به خصوص در ناحیه یاوان و فرخار. در باختر هم شکایت کم نیست. اول اینکه دختر من اونجا دفن شده است. چند مراتب شد که پنجره های گور رو میبرند. میگذارند باز میبرند. همیشه آنجا گاوها رو میبندند. گاوها میگردند. این از روی انسانیت نیست. این خیلی ممکن نیست. باید پیش راه این کار رو گیرند. اینجا یگانه آرامگاه مسیحیان باختر است و احوال آن روستباران شهر را پریشان کرده است. بعد ویرانگری ها مردم با اعلان حشر در آرامگاه مسیحیان در دهه سریچشمه اطراف گورها را پاک کردند. یک طرفش را هم دیوار میگیرند تا چاروان ندرآید. ظاهرا شکایت ها به گوش مقامات رسیده است. این شنبه گذشتگی با سپارش رئیس شهر دستجمعون آمده چند خدری که زور مورد این تریتور رو توزیع کردیم از نهی مصروعی که استاگیان کاخ شرفتی بعد میگیریم با محترم رئیس شهر سپارش داد که بگیرین همه طرفه یک خلاصه ده بیان که همین پیش همین را زبور گفته محکم کن در کاره. در یک جلسه در گذشته شهرداری سابق باختر از دزدیدن پنجره و صلیب و فروختن آنها گفته بود. وی افزود که مقامات جنایتکاران را جستجو دارند. که ارگانو کار کرده سن سپارش روز بر روز قانون سخت‌تر شده گیای هر که بچه‌های یوش میکردن دستگیرش دادن از طرف حکومت از طرف قانونگذارا جزا دیدن. در جمعیت یک زمان بزرگی مسیحیان در شهر باختر گفتند که تعداد نصرانیان در اینجا روز تا روز کم می شود و حالا 50 نفر هستند. بعضی به روسیه کوچ بسته، بعضی دیگر ماندند و به خصوص پیران سالان. در باختر 2 عبادتگاه پروسلوی هست و قبرستان‌های آنها در اکثر شهر و نواحی وجود دارد. ضمناً دزدی در آرامگاه‌ها با فعال شدن کارخانه‌های آهن‌گدازی بیشتر شده است.